در این درس حاصل فونکسیون تریگنومتری برعکس رو می‌بینیم. چرا تریگنومتری برعکس چیه؟ برعکس سینوس کوسینوس، یعنی arc sinüs, arc cosinüs, arc tangens ve arc kotangens است. بعض کتاب بوده چی نشون میدن؟ مثلا این رو هم سینوس درجه مینوس یک x، یعنی مینوس یک معنای برعکسی فونکسیون تریگنومتری می باشد. در این درس همین حاصله هاش رو میبینیم. یک بار از فرمولو سر میکنم. فرمولو داده شدن فقط فهمیدم حرکت کنیم. سینوس کوسینوس چیکار میبینیم؟ حاصله هاشون یک خیلی است. یعنی کوسینوس مینوسه. اگر در اختیار باشیم سینوس حاصله سینوس کوسینوس هم بود. حاصله سینوس چی بود؟ کوسینوس برعکس یکدیگر، یعنی از اون کوسینوس مینوس سینوس میشد. و ببینید در تانگنس باشد b ریشه یک تقسیم یک جمع x کوادرات آرک کوتانگنس باشد. حاصلش اگر ما فونکسیون آرک کوتانگنس داشته باشیم حاصل این فونکسیون مثل تانگنس میشه لیکی مینوس دو مینوس یک تقسیم یک جمع x کوادرات این میشود حاصله اون. مثلا فونکسیون ساده چشناش می‌کنیم. مثلا از ما پرسیدن که 5 ضرب آرک سینوس x حاصلش چی میشود؟ حاصل این فونکسیون البته که 5 رو نمیرسیم 5 ضرب حاصل فونکسیون آرک سینوس این یک تقسیم در ریشه یک مینوس x کوادرات. و اگر فونکسیون جای ما x نه فونکسیون مرکب باشه چیکار میکنیم؟ مثل قاعده زنجیری من شما یادش نشون میدم یا در مثال نوبتی گذارم. مثلا در اینجا است حاصله یک مثال کنیم. حاصله فونکسیون x کوادرات جمع یک در قوس ضرب آرک 3x. در اینجا دو نمود فونکسیون است. البته قاعده ضرب رو استفاده می‌بریم. یکیش فونکسیون پلی‌نومی است. بسیار از اون دیگرش فونکسیون تریگنومتری برعکس. در اینجا ما x نداریم 3x داریم. چیکار می‌کنیم؟ فرمولش رو تشکیل کردیم. در مثال آرک سینوسی یگان فونکسیون باشه. فونکسیون با غیر از x مرکب‌تر چی میشه حاصله این؟ حاصله فونکسیون جای یک تقسیمی در ریشه یک مینوسی فونکسیون در کوادرات. برای کوسینوس هم جای یک حاصله فونکسیون جای x فونکسیون در کوادرات. برای تانگنس هم مثلا آرک تانگنس یگان فونکسیون مرکب‌تر باشه حاصله این چی میشه؟ حاصله فونکسیون تقسیم یک جمع فونکسیون در کوادرات. این است حاصله اون. اکنون همین قاعده استفاده برده حاصله‌اش رو ببینیم. حاصله این چی میشه؟ حاصله فونکسیون برابر است اول x کوادرات جمع حاصله‌اش میگیریم. این میشه 2x ضرب آرک تانگنس 3x یگان چی واسه میشه جمع. اکنون حاصله آرک تانگنس از روی قاعده ما در اینجا فونکسیون ما 3x است. حاصله 3x 3 است تقسیم یک جمع 3x در کوادرات ضرب باز x کوادرات جمع یک. این است حاصله ما. شما نمیده قوس رو شده با دیگر سوده نمیشه بفرم. این جمع 9x کوادرات میشد نمیشته میتونه یک جمع 9x کوادرات میشود. بعد ببینید نویسم این چی میشه 2x ضرب آرک تانگنس 3x جمع 3 ضرب x کوادرات جمع یک تقسیم یک جمع 9x کوادرات. این کاست خیلی درست شد. کانتر کوتاه کنیم. همین است حاصله ما.